با عرض سلام دوستان عزیز، ما سفر داریم به یکی از شهرهای خوب، زیبا و دیدنی فرانسه که در جنوب فرانسه قرار دارد. این هم باشه شهر آژن. این انشالله ما داخل شهر آژن شدیم یک طرف و نصیب باشه میریم داخل شهر ببینیم که در داخل شهر چی گپا هست، چی چیزا هست برای تماشا، برای بنوار گرفتن. انشالله شما ما را همراهی کنید تا آخر برنامه را و ما انشالله که چیزی که مثلا پیدا کردیم بنوار میکشیم و بهر شما پیشکش خواهیم کرد. دیگه فعلا تا آخر برنامه رو بیننده باشیم و چند لحظه تماشا کنیم شما از شهر زیبای آژن. دوستان عزیز، سرشوی را نگاه کنید. در یک شهر که میدونیم در فرانسه بسیار هم خیلی فقط مثلا تراکتور نمیفهم چه خواجگی دهقانی تا چیندگی مثلا ببینید اینجا بارکشی و نمیفهم دیگه گروزاویکا و دیگه اینجا طرفای ماشینای دیگه خیلی همش به خاطر مردم است کاراشون آسان کردن. دیگه نمیره فقط ما در دوشنبه بره ماشین بکو نمیفهم گروزاوی بکو دیگه بکو. این روی در یک شهری که نمیفهم تقریبا چند خیلی نفوذ داره، خیلی شهری خورده نکی این چیزا را داره، مردمش سرگردان نمیشن، همیشه هرخشان میخرن کارشون بود میکنن. این رو بینن یکی از شاهراهایی که به داخل شهر میره و ما هم طرف شهر میریم. ما هم گفتی که پاکی اول سحر امروز روز رخصتی های، روز چی میگن استراحتی های، میریم انشالله میده میده طرف شهر. دوستان این هم یکی از موزه های نکه متاسفانه امروز شنبه روز استراحتی های بسته خیلی اومده نمیدیم و ما میریم طرف مرکز شهر. این هم یکی از دیگر کوچه های شهری آژن و میریم طرف های دیگر خیابان و کوچه ها. دوستان عزیز، هنوزم گشت و گذار ما در کوچه های شهر آژن ادامه دارد و چنانچه گفتیم دوستان عزیز، اهالی شهر تقریبا 45-50 هزار نفوذ داره شهر آژن و از همه چی میگن چیزی مثلا مشهور آژن تیم فوتبال شای و تیم رگبیش، یعنی در فرانسه خیلی مشهور هم هستن و در لیگ اولی فرانسه آید به فوتبال بازی میکرد از شهر آژن و امسال نمیدونم و فکرم که غلطی دگی به خاطر سال 2022 در زینه های آخری جدول قرار داشت. این هم دیگر کوچه ها انشالله با میریم دیگر طرف با ما بمانید. دوستان عزیز، خیلی شهری سرسبز هم بده از شهر آژن، خیلی زیبا هم دیدنی. من راستی که چند سال پیش در اینجا بودم اما در یک طرف شهرش بودم، مثلا تمامی شهرش بنوار نگرفته بودم و امروز امکانیت شد این طرف شهر بودم چون او سالهای مثلا پیشتر ما وگزال و امو طرف های هفته وگزال و جل دراج وگزال یارا گرفته بودم اما این طرف شهر نگرفته بودم. انشالله که این امروز نصیب کرده باشه این طرف شهر نگیریم. اگر کسانی میخوان که برنامه قبلی را تماشا کنن پیشکی را کانال ما بدرن پیشتر بزنن انشالله میبره شهر آژن. چقدر زیبا بوده. با اینجا دریای فسون هم بوده. این طرف هم اونجا کلیساهای کاتدرال چیزی بوده. این طرف هم یکی راستی که خیلی امروز آفتابی هم هست ولی سحر های یکی آفتاب خیلی بودی که پاکی گرمی دادیست هست. این دریا رو خیلی زیبا. اینجا کشتی ها هم بوده هستند. اینجا میرم پاریس ها اینجا برادر هستن اینجا کشتی ها هم پاریس میرفتم دستن. اگه یک گپ تا کجا حقیقت داره ایشا ما نمیدونم و گفتی بعضی برادر که میگم میرم من اینجا چند دونه کشتی ها ایوا رستوران هم بخیرم. این بالا رو بینیم باور کنید رنگ همو چه ورزاب و طرف های فیض آباد میرفتن که وارد جای خانه ها رو بینیم بالای هم در تپه در که و این طرف هم ژلز دراج وگزال. این طرف بینید دوستان عزیز خیلی منظره زیبا هم است. خانه ها هم طرف کشتی ها هم دریا خیلی جای زیبا و دیدنی بود از شهر آژن و
گرم در اونجا مهن کنیم برادر ده ما خوب خوشنو اینجا را گفتی که با بنوار بکشیم. خب این هم یکی از خیابانه های شهری اژن. این بالا بریم کده این بالا چی گفت این دریاچه چه خیلی دریاچه خوش بوده. دوستان عزیز ببینید منظره چه منظره زیبا هم است. این طرف دریا، کشتی ها، اون طرف هم تپه، سرسبزی را ببینید، زیبایی شهر را ببینید، خیلی هم دیدنی و جای تماشا بود از شهری اژن فرانسه. و کسانی که مثلا امکانیت دارن میتونن بیان این شهر از نزدیک دیدن کنن. خیلی هم شهری باحال بود است. بچه گم کامو جی پی اس پاس کرد ناشگی شکنم فقط خب اینم نگاه خیابان و کوچه های شهری اژن باستان. در همه شهری اژن کدام چی میگن عالمی فیزیک خیمیکی خیلی هم بزرگی فرانسه زندگی کرده است، تولد شده است و کار فنی خود اینجا شروع کرده است. مورا عالی نمشه بیام بعد بعدا میگم تون کی بدهی. خب با ما باشه دوستان. این هم دیگر کوچه و خیابان های شهر. ما فکر کنیم که شهر خیلی شهر خورده، نه که شهر خورد نبودهی، شهر خیلی هم کلام بودهی، نرمال نبودهی، گفتیم که بعد نبودهی. خیلی کوچه های زیبا و دیگر. این طرف ببینید رنگ کوچه های پاریس های درخت ها منظم آرا دادگی خیلی هم باحال و شهری تازه بوده، شهری تمیز بوده. این هم دیگه کوچه ها، دیگه خیابان ها، سرسبزی را دوستان ببینید، سرسبزی را خیلی هم سرسبز هم بوده از این شهر. شما چند لحظه از شهر اژن دیدن کنید دوستان عزیز، ما زود برمیگردیم. یکی از دیگر کوچه ها و چهارراه‌های شهر اژن. ما بچه بیلی که نظری میریم دیگر طرف ها و دیگر خیابان های شهر. چقدر مزه داره. سرسبزی را بید، از سرسبزیش آدم راحت میکنم. یکی کوچه های در عموم در فرانسه کوچه هاشون خیلی تنگن. گفتی که باید دو ماشین بزرگ جا میگیره. این در همه جای فرانسه میخواد بده. دوستانی عزیز این هم دیگه کوچه هاش در فرانسه یک اینی درخت دیدین بسیار مشهوره، نمیدونم نوش چیه، خیلی همیشه گفتی که پاکی گلاش شکفتگی هن، همیشه بهار هست. مثال در کجایی که رفتم از همه درخت دیدم. ببینش خیلی اکورات گفتی که پا زدگی هن، کنتکه زدگی هن درخت ها را بینیم چقدر زیباکی بود. های چی که چی میگم خدمت تو چی؟
کوچه های شهر اژن. دوستان سفر ما در شهر اژن چی میگه ترانزیتی بود، ما دیگر طرف میرفتیم اما خیلی وقت داشتیم که یک شهر رو تماشا کنیم و با نوار بگیریم برای برادران، برای تماشابینان، برای معلومات که در فرانسه این گونه شهرها وجود دارد. یکی از شهرهای خوب و زیبای دیدنی و سیاحی. طرف ببینیم اون طرف که بودای این طرف آدنسران بیفتن، این طرف میگم یه مغزه بسنده گوارکو ساختمان همی در بالای که های چقدر منظره زیبا هم ای بالا شاید دیگه شاید پایان. این لبی دریا هم دوستان بینین، این هم دریا، این هم درختار، این هم دیگه کوچه های شهری اژن. این هم دوستان دیگه کوچه ها و خیابان ها دیگه میریم دیگه طرف های شهر. در شهر اژن هم خیلی ساختمان های بلند هم بوده است. بسیارتر ساختمان ها 3 اتاجه، 4 اتاجه، 5 اتاجه هم داشتن. یکی این بلنداشین هم بود از اینجا. خب دیگه سلام دوباره دوستان عزیز. خواستم که یک چیز برای شما دوستان عزیز نشان بدم. یعنی 3 از دانی 4 طبقه از اینجا و جالبی در چی است در کریشه همی که در همو سرپوش همی خانه سال نشین بطری یا که بطری های آفتابی نصب کرده شده است و همین دامه گفتی گپا که همین خانه را تماما برقش حسابی همون میره اسپیشین، یعنی برقایی که برای روشنی استفاده میشه. برقا به خاطر سوی ثقیل نیم از جهت خلدینی که نمیفهمم دخوف کاوچسا نه که اسپیشین یا تمام لیفت پیفت گپ خبر همین دام او نمو سالش بطری هم، یعنی یک دام، 2 دام و اینی هم 3 دامش که اینا ببینید دوستان همش ای سالش بطری ها که ای نوری آفتاب استفاده میبرن. اینی چطور هم بشه که در تایسان تشکیل کنن و دوستان استفاده برن و هم شهرهای عزیز از این چیزا بهره برن و برای زندگی خود چیزتر شوند، چی میگن بهبودتر شود زندگیشون. و دیگه نسی گفتی که پا سوت کشی میشوند و دیگه که فعلا در تایسان لیمیتی برق جاری است. یعنی چطور تشکیل کنن خوبتر میشه. برادرایی که مثلا در این ساحه کار میکنن، ساحه ساختمانی و دیگه. خب با ما باشید دوستان، سفرهای ما در شهر اژن ادامه دارند.